الله این نعمت رو به شما داده. شکر این نعمت در کار است. شکر رفیق خوبه که دست تو را میگیرد و به سمت مسجد میکشاند. شکر پدر و مادری که تو را توصیه میکند که برو به سمت دین. شکر توفیقی که از دکان بیرون میشوی به سمت مسجد حرکت میکنی. شکری که در این شبهای که لحاف گرم است ولی هوا سرد، وقت در نماز صبح بیرون میشوی، این شکر کار دارد. یک بار باز با آواز بلند بگو الحمدلله که الله این را برای من و تو داد. جوان دیروز به من پیام مانده بود، میگفت جناب مولانا من دوست دارم که هر جمعه در صحبت تو بیایم، اما فقیرم پول را ندارم. پس این توفیق کی عطا کرده؟